زنی چند ساعت قبل از نوبت پروازش در فرودگاه بود. اون یه بسته بیسکویت خرید و یک جا نشست. غرق خوندن کتابش بود که متوجه شد مردی که کنارش نشسته یه بیسکویت از بسته‌ای که بینشون بود برداشت و خورد. زن با خودش گفت اگه آدم مهربونی نبودم دهنش رو سرویس میکردم. با هر بیسکویتی که خودش برم داشت مرد هم یکی برم داشت. وقتی فقط یکی باقی مونده بود کنجکاو شد ببینه مرد چی کار میکنه. مرد با لبخند بیسکویت آخر رو برداشت، اونو نصف کرد و به زن داد و نصف دیگه‌شو خودش خورد. زن بیسکویت رو از دستش قاپید و با خودش گفت وای خدای من، این بشر چقدر پررو و بی‌ادبه با اون ریشاش. وقتی بلندگوی فرودگاه پروازش رو اعلام کرد نفس راحتی کشید. وسایلش رو جمع کرد و به سمت گیت رفت. وقتی سوار هواپیما شد و روی صندلی نشست متوجه چیزی توی کیفش شد. زن خشکش زد. بسته بیسکویت جلوی چشماش بود. اگه مال من اینجاست پس اون یکی مال اون مرد بوده و سعی کرد با من تقسیمش کنه. برای عذرخواهی دیر شده بود. قبل از اینکه عصبانی بشی یه لحظه فکر کن، شاید این تویی که اشتباه می‌کنی.